سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چگونه یه دونه اپل آیدی با ایمیل شخصی خودتون بسازید بدون نیاز به تاییدیه شماره. خب برای شروع شما نیاز به برنامه آیتونز دارید تو کامپیوترتون که باید نصبش کنید. حالا یه نکته رو بگم اینکه هم با آیتونز میتونید این کار رو انجام بدید، هم با برنامه اپل موزیک توی اندروید. یعنی شما برنامه اپل موزیک رو توی اندرویدتون نصب میکنید، بعد قسمت حساب کاربریش میدید، از اونجا همین آموزشی که دارم بهتون میدم رو میتونید انجام بدید. حالا با کامپیوتر یا اپل موزیک فرقی نمیکنه، هر کدوم که شما راحت ترید. حالا من آموزش آیتونزش رو میذارم. تو قسمت اکانت برنامه آیتونز میاید، یه اپل آیدی جدید میخوام بسازیم ما الان. خب اینجا باید ایمیل شخصیتون رو وارد کنید. سعی کنید ایمیلی میزنید که ایمیلی که ثبت کردید ایمیلی باشه که همیشه دسترسی داشته باشید بهش و ایمیل مطمئنی باشه. چون ویدیو جنبه آموزشی داره، من از ایمیل فیک استفاده میکنم، ولی شما این کار رو انجام ندید. یه ایمیل فیک میذارم. خب اینجا رمز اون رو باید انتخاب کنیم، رمز اپل آیدی که قرار انتخاب بذاریم براش. خب این پسورد رو باید تکرار کنم دوباره. خب اینجا ریجن اپل آیدی رو انتخاب میکنیم که من آمریکا میذارم. خب به این قسمت اسپان رو بزنیم. اینجا تاریخ تولد رو انتخاب میکنیم که حالا هر چی خواستید بذارید و همینجوری چیزی پر میکنم. خب این سوال امنیتیه، چون که ما شما تلفن نمیخوایم ثبت کنیم، از اون سوال امنیتی میپرسه 3 تا که وقتی شما این رو پرش کردید این رو یه جا بنویسید که داشته باشید. به هر دلیلی اگه اپل آیدیتون لاک شد ازتون سوال امنیتی میپرسه که بتونه باز کنه، یا برای ریکاوری پسورد حتی. کانتینیو میزنیم. به تاریخ تولدم گیر داد، 1990 میزنم، 99. خب اینجا میخواد که شماره حساب بانکی ثبت کنیم که ما چون نداریم خالی میذاریمش. به قسمت آدرس میرسه، میگه آدرس خونتون رو بزنید. چون اولش ما ریجن آمریکا رو انتخاب کردیم، میایم توی گوگل میزنیم که فیک آدرس بس. خب و سایت های فیک زیادن برای آدرس، حالا یک شما اینجا انتخاب میکنیم. خب این الان کامل تقریبا. قسمت استریتش رو پر میکنیم، بعد آپارتمان بیلدی که نداره همون رو دوباره میذاریم. سیتی شهرش رو انتخاب میکنیم، فاصلش هم پاک میکنیم. بعد شهر اصلیش اینه. زیپ که میشه کد پستیتون 20. کشور که آمریکا بود. شماره تلفن همین میشه، پیش شماره 301. شماره تلفن کپی پیستش میکنیم. خب این قسمت هم پر کردیم، کانتینیو میزنیم. خب یه کد تاییدیه واسه اون ایمیلمون میره.
که حالا من چون ایمیل فیک استفاده کردم اومد واسم ایمیلش. کد تاییدیه ایمیل. خب دوستان الان اپل آیدی ما ساخته شد. حالا میتونید توی یک گوشی واردش کنید. یه نکته هم اینجا بگم، وقتی شما بار اول اپل آیدیتون رو وارد موبایل میکنید، چون شما تلفن ثبت نکردیم بهتون میگه که شما تلفن ثبت کن و آپگرید کن. یک گزینه آدر داره، اونو میزنید، بعد دونت آپگرید رو میزنید و اون مرحله رد میشه. و بعضی وقتا که گوشیتون آپدیت کردید دوباره این سوال ازتون میپرسه، شما هر دفعه دونت آپگرید رو میزنید و از اپل آیدیتون میتونید استفاده کنید. ممنونم که ویدیو من نگاه کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم.